در نخستین دقایق بامداد روز چهارشنبه 17 تیر ماه، هم‌میهنان گزارش‌های متعددی از شنیده شدن صدای چندین انفجار در مناطق جنوبی ایران از جمله سیریک، قشم و بندرعباس منتشر کردند. دقایقی بعد رسانه‌های رژیم نیز وقوع این انفجارها را تایید کردند و همزمان فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد نیروهای این مرکز فرماندهی مجموعی از حملات قدرتمند را علیه جمهوری جنایتکاران اسلامی آغاز کردند. حملاتی که به گفته این نهاد در پاسخ به حمله سپاه تروریستی پاسداران به 3 کشتی تجاری در حال عبور از تنگه هرمز انجام شده است. سنتکام در بیانیه خود اعلام کرد نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده اجرای مجموعی از حملات قدرتمند علیه جمهوری اسلامی را آغاز کردند تا هزینه سنگینی را بابت هدف قرار دادن و حمله به کشتی‌های تجاری با خدمه غیر نظامی در یک آبراه بین‌المللی بر این رژیم تحمیل کنند. این حملات در پاسخ به حملات جمهوری اسلامی علیه 3 کشتی تجاری که در حال عبور از تنگه هرمز بودند انجام می شود. تجاوز آشکار جمهوری اسلامی اقدامی غیر قابل توجیه، خطرناک و نقض صریح آتش بس بود. لازم به یادآوری است که تا لحظه تنظیم این خبر هنوز ابعاد کامل حملات آمریکا، اهداف مورد اصابت و میزان خسارت‌های احتمالی مشخص نشده و انتظار می‌رود با انتشار اطلاعات و بیانیه‌های رسمی جزئیات بیشتری از این عملیات منتشر شود. این حملات پس از آن انجام شد که سپاه تروریستی پاسداران روز سه‌شنبه 16 تیر ماه چندین حمله پهپادی و موشکی به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز انجام داد.